در یک حدیث آمده است که بهترین انسان کسی است که نفعش به مردم میرسد. یعنی نه اسرافکاران و زیاده روان، نه ریاکاران و ظاهر پرستان، نه حج رفتگان و نفران دیگر، بلکه کسانی که نفعشان به پیوندان و نزدیکان، همسایه ها و همدیهگان، یتیمان و معیوبان و دیگر نیازمندان میرسد و قلب این قبیل انسان ها را شاد می نمایند. شخصانی به خداوند نزدیک می باشند. احسن به چنین اشخاص در دوران تا صاحب استقلال شدن کشور از 5 میلیون اهالی تاجیکستان همگی 29 نفر مراسم حج را انجام داده بود. اما در زمان صاحب استقلالی تنها سال 2023 63,000 نفر شهروندان کشور مراسم حج و عمره را ادا کردند و مبلغی به حساب میانه خرج نموده آنها به بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون سامانی برابر شده است. مبلغی برای حج صرف کرده شهروندان ما در زمان صاحب استقلالی قریب 12 میلیارد سامانی را تشکیل داده است که اگر مبلغ مذکور برای بنیاد منزل اقامتی، بهتر کردن شرایط زیست و تحصیل فرزندان، تأمین غذای با صفت، سر لباس و اشیاء خانش، اینچنین دستگیری نیازمندان یا کارهای آبادانی صرف می‌گردید، شرایط زیستی چقدر عائله ها بهتر میشه. خاطر نشان می‌سازم که ما ضد رفتن مردممان برای ادای حج نیستیم، اما تأکید می‌سازم که این روند نباید خصوصیت تعصب و تقلید و مسابقه را کسب نماید. در ما همین است. زیرا ما باید اول شرایط زندگی خود و فرزندانمان را بهتر نماییم. احوال همسایه چپ و راست را پرسیم. خویش و تبار نیازمندمان را دستگیری نماییم و بعد نیت زیارت خانه خدا کنیم. ما باید یک نکته مهم را در خاطر داشته باشیم. در شرایطی که ما خانه آباد نداریم، مکان زیستمان به طلبات جوابگو نیست. فرزندانمان به سر و لباس، کتاب و دفتر و دیگر جهاز خانش احتیاج دارند. و پدر و مادر خود خدمت کرده دل آنها را از خود شاد نکرده ایم، از وضع نزدیکان خود آگاه نیستیم، زیارت ما به طلبات اسلام جوابگو نخواهد. طبق مقررات شریعت اسلام، پسران و بخصوص دختران بعد رسیدن به سن 9 سالگی باید اتاق علاهده خود را داشته باشند. کدام عائله در همین شرایط مهیا کردیم؟ اکثریت، من حتی کمیسی از سپارش دادم که آنهای به هر سعی میکنند رفته بین خانه و در شرایط زیست و زندگانی فرزندان اهل عائله که یگان مشکلی نداشت. بعضی ها توسط مبلغ فرزندانشان که اکثرا در مهاجرت مهنتی قرار داشته خودشان فرزندان کورسال دارند، حتی با گرفتن قرض و زیر بار گران زندگی قرار دادن اهل عائله به عمره می روند. رحم به حال زن و فرزند خود نمی کنند یا برعکس. آنهایی که در مهاجرت هست چقدر عذاب میکشند. مادران و خواهران و بانوان ما کمتر صبر و تحمل کنید و اسرافکاری راه ندهید. چرا بیرحمی میکنید؟ حالا هم
هستند شخصانی که بعد بازگشت برای تشکیل مراسم حاج زیارت باز 2 برابر زیادتر مبلغ صرف میکنند. در نتیجه به سبب ادای حج یا عمره یک نفر تمام اهل عائله مدت دراز به دشواری مالیوی گرفتار می‌گردند. در قرآن تکرار به تکرار گفته می شود که الله هیچ کس را از تواناییش زیادتر وظیفه‌دار نمی نماید. اما محض به سبب ندانستنمان به تعصب و خرافات داده شده چون این معرکه‌های سرخج را دائیر می نماییم، هم طلبات دین را رعایت نمی کنیم و هم برای اهل عائله مشکلی ایجاد می کنیم. عمره می روند میگه که من حاجی شد. از این تفریق اندازی است. مثل عروس و شاه در کانوای میکنه. از در کجای شریعت آمده است؟ تفاوت میکنند. این عمره کرده است. حالا که عمره حج نیست. این را بینید. کودک صنف 3 و 4 این از هزاران یک شب ما شمرده باید. من بینید. و نگه که رهبر دولت باید. در آنجا امام خطیب هم است، رئیس جماعت هم است، رئیس نایه هم است، دیگر مقامات حفظ حقوق هم است. حالا که طبق فرموده عالمان ساحه دین ثواب عمره کمتر از ثواب 1 ماه روزه داشتن است. انا همین را تلقین کنید به مردم. کجا خراجات کرده بیروید؟ بسیاری ها بر این نظرند که حج یا عمره گناه آنها را پاک می سازد که این فهمیش بیرون از منطق و ماهیت دین است. بخصوص وقتهای آخر تمایل زیاد رفتن زنان حتی همراه خود بردن کودکان خردسال که نه قابلیت درک کلام الهی را دارند و نمایت زیارت خانه خدا را می دانند باعث تشویش می باشد. زیرا تحلیل ها نشان می دهند که اکثر زنان که ادای حج یا عمره می کنند بعد بازگشت به خاطر فرق کردن از دیگران لباس های بیگانه را ببر کرده وسیله ترغیب آن می گردند. هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، حج نیز چون نماز یک وسیله پرهیزگاری و توبه کردن است که انسان را به سرفکاری و سرشتکاری و انسانی کامل بودن هدایت می کند. این گونه امکانیت برای هر یک ما توسط روز 5 مراتب نماز خواندن یا سال 1 مرتبه در ماه شریف رمضان روزه داشتن مهیا می باشد. خداوند پرهیزکاری را دوست می دارد و پرهیزکار بودن البته خوب است. اما معنای پرهیزگاری تنها با نخوردن طعام محدود نمی گردد، بلکه خودداری از همه گناهکارهای زشت و ناروا، اسرافکاری و زیاده‌روی، خرافات و تعصب و مانند اینها را در نظر دارد. قناعت پیشه بودن، نفس بد را پیش راهش گرفتن، بدنفسی نکردن. کسلی قند یک تباوت دارد: پرهیزگاری. فراموش نباید کرد که شهرت طلبی و نمایشکاری و خود را از دیگران بالا گذاشتن
نه به خدا خوش می آید و نه به بنده خدا. بعد از حج برگشتن، تغییرات در سر و لباس، کر و فر در رفتار، آراستن معرکه‌های حاج زیارت، حاج طلبان و حاج بینان، در همین است که تفریق اندازی، نمایشکاری، خود را در جامعه فرق کننده نشان دادن که گویا از دیگران برتری دارند، یعنی شهرت طلبی دیده می شود. حالا که در کلام آسمانی چنین آمده است: خداوند به صورتهای شما و دارایی‌های شما نگاه نمی کند، لیکن خداوند به دل‌های شما و کردارهای شما می نگرد. خدا و رسول را در دل پرستیدند کار، نه در ستر و نه در حجاب و نه در سله کلان و نه در ریشی دراز و نه در جلکی دراز. با قلب اعتقاد در نزد خداوند همه ما شما تمام بندگان مسلمان برابرند. نمیپرسد در نزد خدا تو ملا هستی، سیزاده هستی، خب کی هستی، دانشمند هستی، دیگر همه برابر هستند. همه حج کرده ای نکرده ای چی گپ؟ حالی امروز می رود زیارت کرده نزد میرا گشت آمد است، این کر و فر این و این همه زیارت در اینجا صنفی 3-4 رفتگی رابری صنف 20 نفر خوانندگان همصنف فقطی کودکان را زیارت میرن. حاجی نیست در اگارو نخوندن. با استفاده از فرصت مناسب برابران و متخصصان ساحه دین، خادمان دین که در نزد مردم و خدا و رسول احساس مسئولیت دارد، کارمندان اکادمی ملی علمها و دیگر دانشمندانی که مسائل دینی را خوب می‌دانند، مراجعت می‌کنم که با مردم کار کنید، راه درست دیانت و معرفت را نشان دهید تا که آدمان سیاه را از سفید و زیان را از فایده فرق کرده توانند. در این زمینه پیامبر اسلام حضرت محمد می‌فرمایند کسی که برای شهرت طلبی عمل را انجام دهد و کسی که از روی ریا یعنی خودنمایی عمل انجام دهد تا مردم بزرگش دارند، خداوند به سبب اظهار نمودن ریاکاریش یعنی خودنماییش در نزد مردم در روز قیامت شرمسار می سازد. همین را فهمونید. این وظیفه شما، کر و فر نکنید. در بعضن عائله ها ماه شریفی رمضان است، می روید یک خانه خیش تبار و دیگر، می بینم، من شاهد هستم، کودک 3-4 ساله را 5 ساله را بری بالا میگذرانند. حضرت قاری بالا بگذر، حاج بالا، موی سوید 70 ساله در پایان در، آدم کلاسان 40-50 ساله می رود و افتاوه در دست کودک 4 ساله آب می ریزد. چی مرتبه دارد؟ این چی است؟ این سخنان من نیست، سخنان پیغمبر است که در حدیث صحیح آمده است. برای چی نمیفهمانی با مردم؟ ای مردم، شریعت اسلامی حج را به شرط معین یک مراتبه واجب گردانیده است، زیرا پیامبر اسلام نیست یک مراتبه حج کردند، 10 بار نه، 5 بار نه، یک مراتبه.
برای آنکه اگر زیارت میکرد 3-4 مراتبه فرض میکردن امتی مسلمان و مشکلی ایجاد میشد. در خصوص عمره همین را باید گفت که عمره فرض نیست و ادا کننده عمره حاجی نیست. این را فهمانید، زیرا با ادای عمره ادای حج از گردن شخص ساقط نمیگردد، یعنی حج فرضی. بار دیگر تأکیداً بیان می‌دارم که عمره به کس مرتبه حاجی نمی‌دهد. این برابر با ادای نماز است، زیرا در برابر نماز یک رکن اسلام است، طوری که میگویند احمد رفت مکه و مدینه، آمد همان احمدی پارینه. خطا میکنید بانوان محترم، سیاحت میروید شما یک ثواب بگیرید، 1 ماه روزه داری کن، 5 وقت نمازت کن، خدمتی پدر و مادر شوهرت کن، فرزندات تازه آزاده نگاه دار، شکمشان را با غذای باصفت تأمین کن. دو گروه آدمان هستند که می توانند به حج نروند. اول اشخاصی که خدمت پدر و مادر را ادا می کند، بخصوص نفرانی که والدین دستگیر و منتظر، یعنی معیوب، پیرانسال و نادار دارند، کلانسال هستند، خدمت آنها را می گیرند، دعای نیک آنها را می کنند، برابر به حج است. چون که ما میگوییم که یک قبلگاه را خبر گیرم، قبلگاه کی؟ در خانه پدر. قبلگاه در خانه باشد، چرا خدمتش نکنی؟ دیگر اشخاصی که خیر و صدقات جاریه میکنند، امثال راه و مکتب سازی، آب کشانیدن، پل بنیاد کردن، یعنی عملی که ثمره آن به جمعیت میرسد و این اعمال به صدقه جاریه داخل میشود. ادای عمره به شخص تنها ثواب میآورد و خلاص، و مؤمن میتواند در وطن خود ثواب از آن هم بیشتر را با عملهای نیکش پیدا نمود. مگر درست است که برادر، خواهر، فرزندان یا همسایه ها و همدیه های ما گرسنه باشند و ما مبلغ زیاد را صرف نموده به خانه خدا رویم، و یا در منزل ما شرایط مساعد برای فرزندان نیست، در خانه فرزندان نابالغ داریم و هنوز وظیفه های پدری و مادری را اجرا نکرده ایم، ولی رو به خانه خدا میکنیم. خانه و در خود را تعمیر کنیم، فرزندان را با سر و لباس و خوراک با صفت تأمین نماییم. چون این حالتها در کشور ما کم نیست. مگر با چنین آیین و دینداری و با چنین مشکلی ها به جا آوردن مراسم دینی ما وضع زندگی مردم خود را بهتر کرده میتوانیم، در حالی که خداوند خوشنودی مردم را خوشنودی خود گفته است. یکی از شخصیت‌های معروف علم و عرفان، خواجه عبدالله انصاری، نیز در این مورد خوب گفته است: دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، دل آدمان به دست بیاور. دل یک بیچاره یتیم معیوب
خب عائله بی‌سرابان مانده یک مریض دیگر را به دست بیار. اول خودتان کنین. معرکه ماه شریف رمضان فطر روزه را اگر به شرطی باشد در یک محل دهه زیستمان جمع شویم، خانه یک یتیم معیوب یک شخص بی‌پرستار را اگر تعمیر و ترمیم کنیم با همون و چقدر خودتان روحتان بالیده میشه. این چقدر کاری ثواب و خیر. مولانای بلخی گویا همین نوع عادت زیاده روی ما را خیلی بر وقت احساس کرده گفته است که خدا را در یک خانه سنگین نجویید، چون این جستن خدا جستن ناکامل است. او خداوندی همه جاست. او در قلب و دل مردم عالم است. از در دل در مقام و منزلت انسان او را شناسید. اگر در زبانمان، در رفتارمان، در کردارمان ظاهر پرستی کنیم، خب جلکای دراز پوشیم، ریشای دراز مانیم، سطر حجاب بندیم، نه که دلی نیتی وی داشته باشیم، این به همش ظاهر پرستی است و خلاص، هیچ چیز دیگر. در دل است، قلب است، اخلاص است. سلامت باشید. یکی از بزرگان گذشته‌مان احمد جامی به طلبگاران و روندگان راه خانه خدا مراجعت کرده تاکید کرده است که خود را شناسید که هستی خدا در هستی شما و منزلت او در منزلت خود شماست. با در نظر داشت آنکه شریعت اسلامی طبق سنت پیامبر مراسم ادای حج را همچون فرضی به شرط یک مراتبه اعلام کرده است، با کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن مراسم مرکز اسلام شناسی و شورای علما سپارش داده می شود که وابسته به شرایط امروزه و امکانیت های مادی ساکنان کشور در مدت 2 ماه شرط ها و ترتیب ادای مراسم حج را برای شهروندان مملکت آماده نماید. به شورای علمای کشور توصیه داده می شود که دایر به این مسئله در سطح معیارهای شرعی و مطابق به مذهب حنفی در مهلت 2 ماه قرار دخلدار قبول کرده کارهای فرماندهی را راه اندازی نماید.